сафар маҳмадуллоев сокини 55 солаи ноҳияи қубодиён 20 рӯз боз дар як ҳуҷраи манзиле зиндагӣ дорад ки зани собиқ ва 2 фарзандаш дар он ба сар мебаранд. хонаро ба духтари 9 солаи ӯ Амири Дубай шайх Муҳаммад бин Рошид туҳфа карда буд. хона 3 ҳуҷра дорад ва бо қарори додгоҳ яке аз онҳо ба ин мард дода шудааст. фаришта Ғаниева ки бо Сафар Маҳмадуллоев 10 сол зиста аз ӯ 2 фарзанд дорад, мегӯяд шавҳараш дар давраи сахти зиндагӣ ва бемории духтараш онҳоро тарк кардаву кӯмаке намекард ва ҳоло бо вуҷуди ҳукми додгоҳ ҳаққи зиндагӣ дар ин хонаро надорад. تو اینوالید تولد کردی گفته سرمون دادن. من تلفن کردم پدرش دا گفتم بیا اپراسا میکنه. این گفتن امی استقلال ده $1000. پدرش گفت $10,000 ده من 10 تا زن میگیرم در کار نیسته. من میترس که دکتر میبرم شهادت نامه در کار میگه نگیریم شهادت نامه شه. گفت به پدر شهادت نامه گی ما. با ایده‌های این زن شوهرش در کوچه نمانده است. جای اقامت دارد. ولی دادگاه رو راضی کرد که در این خانه خیر شده با دخترش زندگی کند. دو جا خانه و در داره قبودیان ده کوچه کمونیسم ده خانه داره 20 سوتیق زمین 3-4 در خانه و درش هسته. اما شوهر سابق زن این ادعاها رو رد میکند و میگوید در روزهای دشوار او در پهلوی همسر و دختری بیمارش بود و تمام کوشش را کرد تا فرزندش جراحی قلب شود. حالا هم با گفته او هدف از مسکون شدنش در این منزل از خود کردن خانه نه، بلکه میخواهد از کودکانش جدا نبوده در تربیه آنها سهم داشته باشد. بعد من گفتم نه، من الیمنت هم میتیم میخورم کودکام. من گفتم قطیم باشم، گفتم من بینم هر روز را من تربیه کنم. بحث این خانواده سری منزل زیست زمانی سر شد که سال 2019 امیری دوبای از دلسوزی به دختری بیماری آنها خانه تقدیم کرد و آنها به این منزل کوچیدند. دختری حالا 9 ساله این خانواده با بیماری دل تولد شد. پس از چند سال عذاب‌ها و تلاش‌ها او از جانب پزشکان عرب در بیمارستان استقلال رایگان جراحی شد. از این جراحی وزنین 8 ساعته و کار پزشکان عرب محمد بن راشد آگاهی یافته اظهار شادمانی کرد و بعداً همچون خیریه دختر را با مادرش به مهمانی خواست و برای او در دوشنبه 2 خانه خرید. یکی برای زیست و یکی هم برای پیشبرد روزگار و ادامه طبابت او. رمضان بود، بعد مهینه هم گریه کرد، گفت که خانه و در نداریم. آچما این ولید گفته جواب شد ایری ما شده هیکر آچما مادر ما خانه و در نداریم. بعد این اینجا خانه دا پدرکه کردن همین دخترچه ما هم خیری رمضانشون فطری روزشون همین دختری ماهی بیمانده کرد. دخترچه 9 ساله این خانواده یکی از 70 میلیون نفره بود که در دایره تشبس‌های گلوبالی محمد بن راشد به او کمک رسانیده شد. اما بعد همگی چند ماه زندگی مشترک در این خانه والدان دخترک از هم جدا شدند و بحث منزل به دادگاه رفت. هرچند زن میگوید تمام این تلاش‌ها را برای معالجه دختر و فراهم کردن شرایط برای او به تنهایی به دوش داشت. در قرار دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه که نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست گفته شده است وجه نماینده قانونی جوابگر فرشته غنیه و اوید به آن که شوهرش سفر محمدالله‌اف در منزل بحثی زندگی نکرده است و عموما در طبابت فرزندش اشتراک نداشت تصدیق خود را نیافته است. شوهری همکنون سابق این زن با پیشنهاد عکس‌های زیادی از لحظه‌های گوناگون زندگی با فرزندانش این همه را رد می‌کند و میگوید برای انجام جراحی بارها به اداره‌های داخلدار رفته حتی روزهایی در بیمارستان بودن دخترش کنار آنها بود. من ماشین داشتم، ماشین دا سوار می‌کردم می‌آوردم هم دختر رو نشون می‌دادم دختر ما هم خیلی خودتون فکر کنید ایده یگونجا کار کردگی نیست، نه کالخوز نه رایون نه یگون اداره یگونجا کار کردگی نیست. چی خیلی پول یافت که 4000 سومون رفت دیلشا سیومکا کردن، چی خیلی 2000 سومون دا رفت و گرفت پاسپورت گرفت، چی خیلی رفت کم بیزاعتی طوری که در 2 روز شما فکر کنید 2 روز 3 روز دا من 2 بار 3 بار دوشنبه رفتم اومدم دکومنتش موندگه اینش موندگه وایش موندگه گفته چی خیلی اینو رو ایگیجو پول یافت. عادتاً در تاجیکستان بخش عمده آنهایی که برای الیمنت و مسکون شدن دعوا کردند زنها هستند، ولی سفر محمدالله‌اف از کمترین مردان تاجیک است که با قرار دادگاه در منزل همسر سابقش مسکون شده است، چیزی که برای جامعه سنتی تاجیکستان غیر معمولی است.
аммо бинобар қонунҳои тоҷикистон зану шавҳаре ки на камтар аз 6 моҳ бо ҳам зиндагӣ муштарак доштаанд метавонанд ба моликияти умумӣ дар ин давра ҷамъкардаи оила ҳақ пайдо кунанд.